جا داره که در اول برنامه تسلیت بگویم. ما زیادتر شنیدیم که میگن هورا جان توسط گروه طالبان به قتل رسیده. ما هیچ وقت فکر ما شیطان نمیمانیم. او را ما رو وعده داده بود که هیچ وقت ما رو تنها نمیمانه، اما تنها مان. همتون عزیز سلام، امیدوارم هر گوشه دنیا که هستین جور صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. صبحتان بخیر. جوان نازنین در خاک رفتی، از این دنیای غمناک رفتی. زدی فعلا ما در کنار دو خواهر نازنین هورا جان عزیز هست، هدا جان و طاها جان عزیز. سلام، تسلیت میگم برتان. سلام برسه به بیننده عزیز. این روزایی که هورا جان در بین ما و شما نیست و واقعا روزای سختی است، بر شما چگونه میگذره؟ ما که اصلا باورمون نمیشه، اصلا ما هیچ فکر کردن نمیتونم. فکر میکنم رفته یک جای مسافرت پس نمیتونم فکر کنم به یک هورا برای همیشه از بین ما رفته، چون که ما هر سیمو یک جای بودیم، هر سیمو هر جایی میرفتیم 3 نفره میرفتیم، هر دقیقه ما یک خاطره بودم. من روزی که هورا فوت کرد، از روزی که هورا پیش ما نیست، هر دقیقه از دم دردناک است، هر دقیقهش، هر لحظهش، هر کاری که میکنم، حتی هر کاری که میکنم یاد او را میفتم. درک میکنم، واقعا سخت است. حتی هر کاری که میکنم یک خاطره داشتم ازش. اصلا واقعا خیلی سخت است که حتی برای ما بسیار سخت است که شما خواهرش بودین. احتمال هر چیز میدادیم، هر چیز احتمالش میدادیم که یک دفعه زمین نخوریم، اما احتمال از این نمیدادیم که یک دفعه از بین ما سه تا یک ما جدا شویم. او را ما رو وعده داده بود که هیچ وقت ما رو تنها نمیمانه، اما تنها مان. خیر است. این رای همه ماست. یک روز همه ما قرار است که از این دنیا بریم، اما نباید امید خود عزیز کنیم. هورا دم یک خواهر نبود، مثل پدر، مثل مادر، مثل بیادر، بهترین رفیق، همه چیزم بود، همه چیزم. یعنی من نمیتونم، من مطمئن هستم به تحمل نمیتونم. خیر است، روزا انشالله به خیر میگذره. فقط کاری که ما در حق هورا جان عزیز میتونیم این است که برش دعا کنیم، انشالله که هورا جایش بهشت برین باشه. و هورا جان عزیز چگونه، در کجا و چی وقت به قتل؟ که مرا کشتن، مرا وضعیتش خیلی خراب بودن، گفتن مرا کشتن، مامانم بود شفاخانه. بعد از 10 دقیقه بعد هورا جان به شهادت رسید که باز تبرلی هم بردن، گفتن که مرگ موش گازدار خورانده شده این. خب دوستای عزیز، قسمی که در جریان هستین، بسیار در صفحات مجازی یعنی خبرهای پخش شده، شایعات است تمامشان که ما زیادتر شنیدیم که میگن هورا جان توسط گروه طالبان به قتل رسیده و حتی زیادتر هم نشر شده که سر هورا جان طالبان تجاوز کردن و بعد از هورا را به خانهش آوردن و تهدید کردن که اگر شما در رسانه این حرفا را بگویین، یعنی اونا را تهدید کردن، یعنی برای تهدید کردن که نباید بیان کنه. و در این مورد میشنویم که آیا طالبان چنین کار را کردن نکردن، و همچنان دیگه که زیادتر شایع است که میگن هورا در محفل رفته بوده. در این مورد میشنویم که آیا اینا حقیقت است نیست؟ نه محفلی بود، نه میمانی بود، نه دیگه. و کار امارت هم نیست، کار اون دوستاش. حتی ما که همون جمع قماندانی هم رفته بودیم بخاطر همین قضیه، ما را گفته بود هورا سادات گفت فامیل شماست؟ گفتیم بله. هورا جان که خدمت میکرد در وطن چطور گفت به قتل رسیده؟ ما هیچ وقت فکر ما شیطان نمیمانیم، همکاری میکنن. یعنی طالبان هنوز با شما همکاری کردن؟ بله. گفته که دختر افغان گفت همگی میشناسه، که واقعا گفت خودم هم جگرخون شدیم. دوستای عزیز، قسمه که شما از زبان خواهرای هورا جان عزیز
انشالله جایش بهشت برین باشه شنیدین که طالبا در مرگ هورا جان هیچ نقش نداشته، فقط قسمی که شنیدین دوستایش برای هورا جان مرگ موش زهری دادن که وقت پیش دکتر بردن تشخیص داده شد و هورا جان خود را از دست داد و دیگه امروز در بین ما نیست. یعنی طالب در اینجا هیچ نقش نداشتن و قسمی که هم شنیدین طالب